این ویدیو در شهر براماپور اودیشای هند توی سال 2019 توی یوتیوب منتشر شد. این ویدیو از بیمارستان MKCG که توی شهر براماپور هندوستان وجود داره گرفته شده. توی ویدیو دیدید که یه در قفل شده به خودی خود حرکت میکنه. شاید بگین که این یه شوخیه، یه نفر پشت در و داره در رو تکون میده، ولی خب قبلش بیا این داستان گوش بده. قبل از اینم آدمای زیادی توی این بیمارستان اتفاقای ماورالطبیعه رو تجربه کردن. نه تنها آدمای زیادی اینا رو تجربه کردن، بلکه دوربینای مداربسته هم تونستن این اتفاقات رو ضبط کنن. توی ویدیو یه نور مرموز مشخصه که توی طول شب توی بیمارستان در حال حرکته. این اتفاق فقط مربوط به یه دوربین نبوده و دوربینای زیادی اونو ضبطش کردن. بعدش هم کارمندای زیادی اومدن که بگردن و اطرافو. हाँ से आगो को जेते बोले हमने बॉल भी मारो तुला कैमरा وقتی که توی بررسی ها نتونستن چیزی رو پیدا کنن، پلیس رو در جریان این اتفاق گذاشتن و حتی تعداد خیلی زیادی از کانال‌های خبری هم این خبر رو پوشش دادن. دانشمندای زیادی این ویدیوها رو مورد بررسی قرار دادن، ولی خب هیچ کدومشون نتونستن به یه نتیجه درست حسابی برسن. مسیحیایی که مذهبشون کاتولیکه هر ساله توی 2 نوامبر روز روح رو جشن میگیرن. توی این روز اونا به کلیسا و قبرستون و اینجور جاها میرن و برای روح مرده عزیزاشون کلی دعا میکنن، چون معتقدن که همه ارواح توی این روز آزادانه گشت و گذار میکنن. برای بررسی این ادعا یه جستجوگر ارواح از کانال یوتیوبی اوم ولاگز به یه قبرستون نفرین شده و مرموز میره. 2 نوامبر بود که این افراد اومدن توی این قبرستون و خیلی زود به آرزوی خودشون رسیدن. तो वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या खड़े हो जाओ, निकलो यहाँ से स्पीड से थोड़ा सा। ये क्या در حین بررسی بود که اونا یه سایه سفید رنگ رو تونستن ببینن. حالا اتفاق بعد دقیقا همین جاست که مسیری که اینا باید از اینجا خارج شن دقیقا همین جاست و توسط همین سایه مسدود شده. जो भी है रास्ते में این تیم اولش تصمیم گرفتن که همینجا بمونن، ولی بعد از یکم که گذشت دوباره تصمیمشون عوض شد و فهمیدن که اگه اونجا رو ترک کنن به نفع همشون. ولی خب به نظرتون این چیزی که دیدن واقعا یه موجود ماورالطبیعه بود یا اینکه اصلا یه چیز دیگه بود؟ شما میتونید الباقی جستجوهاشون هم توی کانال یوتیوبی خودشون تماشا کنید. अरे भाई इधर से निकल भाई इस این ویدیو از کانال یوتیوبی فاتوس مستریوس منتشر شده. خب مسئله اینجاست که اونا ادعا دارن تونستن تصویر یک گرگینه رو شکار کنن. خب عزیزانی که نمیدونن گرگینه چیه، گرگینه یه موجود اساطیری و افسانه‌ایه که توی خیلی از فیلم‌ها و داستان‌ها و کتاب‌های قدیمی موجوده که با بدنی انسان و سر یک گرگ ترکیب شده. این تیم اون شبی که برای ضبط ویدیو به جنگل رفته بودن، یه صدای بلند و عجیب و غریب نظرشون رو به سمت خودش جلب کرد.
Ali, 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 ali. Mano, isso, velho. Isso, velho. Ele lá, ele lá. Tu viu? Ele olhou pra... این موجود که لباس تنش نبود اولش مثل یه آدم طبیعی بود، ولی خب دقیقاً چند دقیقه بعد یهویی تغییر کرد و شد عین یه خرس پشمالو و بزرگ. Ei, Alan. Meu Deus. Esse negócio preto aí, Alan. Se aproxima não, velho. Meu Deus, Alan. Sai daí, Alan. Sabe, mano, o cara passou correndo ali, já desculpa. خرس، آدم، گرگینه یا هر چیز دیگه، ولی مشخصه که از این افراد اصلا خوشش نیومده. برای همین بود که شروع کرد به دویدن به سمتشون. Vai, vai. Vai, 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 pode ir. Pode ir. Tá vindo, pô. Ele tá vindo. به نظر میرسه که موجودات ماورالطبیعی وابستگی خیلی زیادی به اسباب بازی دارن. حتما شما هم ویدیوهای زیادی از فعالیت‌های ماورالطبیعی عروسک‌ها یا حتی تکون خوردنشون دیدید. خیلی ها معتقدن که این مدل از اسباب بازی‌ها نفرین شدن. حتی روح یه بچه داره با این عروسک‌ها بازی میکنه. روح یه کودکی که وابستگی خاصی به این اسباب بازی‌ها داره. یه اتفاق مشابه رو میتونید توی این ویدیو مشاهده کنید. این اتفاق توی فیلیپین رخ داده و این ویدیو جدیداً اونجا وایرال شده. همینطور که دارید میبینید عروسک خرسی که کنار این زن وجود داره خود به خود میره عقب. همینطور اون زن متوجه این اتفاق شد، ولی خب برای یه چند ثانیه‌ای اصلا نتونست این اتفاق مرموز رو درک کنه. اما وقتی که جلوی چشاش یک بار دیگه این اتفاق افتاد، از اون خرس دور شد و شروع به فرار کردن کرد. کانال یوتیوبی ILMN بانو تو اکثر ویدیوهاش در حال بررسی مکانهای تسخیر شده دیده میشه، ولی خب اون نمیدونست این جایی که داره میره با همه جاهایی که قبلا رفته زمین تا آسمون فرق. این ساختمون یه پناهگاه وسط یه جنگله. مشخص نیست که چه کسی اینو ساخته، ولی خب شاید یه نفر اینجا هنوز داره زندگی، یه نفر که نمیخواد کسی به محل زندگیش نزدیک شه. Gimbal in because it's kind of fragile. Hello. I swear I closed the door. همون دری که بانو موقع ورود بسته بودش خود به خود باز شد. بانو قبل از این مکانهای تسخیر شده زیادی و مورد بررسی قرار داده بوده، برای همین بود که تونست بدون ترسیدن همونجا بمونه دوباره. ولی خب اتفاقی که جلوتر مشاهدش کرد اتفاق کوچیکی نبود. Freak, that scared me. Is that... Hello? Okay, so... No, wait, this... It's not plugged in. با وجود همه اینا وقتی بانو اینجا رو ترک نکرد هشدارهای واضح خیلی زیادی رو دریافت کرد. No. Okay, that... I saw it moving and I just completely
بعد از این اتفاقات بانو بیرون رفتن از اینجا رو به نفع خودش دونست، ولی خب برای چند ثانیه اون شکل سایه‌ای رو تونست توی دوربین ضبط کنه. Go for my stuff, so واضحه که ILMN بانو نسبت به همچین مکانایی دیگه عادت کرد. ولی خب آیا شما دوست دارید که تنها همچین مکانایی رو مورد بررسی قرار بدید؟ یادتون نره که برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید.